سلام دوستان عزیز، سلام اومدیم با یه ویدیو فوق العاده خفن. این دفعه میخواستم برم ماین قار، ولی گفتم فعلا برم ببینم چند تا وسایل دیگه آماده کنم، یکم تورچ آماده کنیم ایناها، بعد بریم قار. بریم بیرون از اینجا. ببخشید من یکم لگ دارم از این چیز خفنه، از همین خونه خفنه. خدایا توش یه دونه دایمن لاغر داشته باشه، خدایا یه دونه دایمن، ایشالله یه دونه دایمن داخل این. خدایا با امید خود. یا ابوالفضل چی همه دایمنده داخلش؟ یکی دوتا سه تا چهار تا پنج تا دایمند. مگه داریم؟ مگه میشه؟ مگه هستش؟ مگه وجود داره؟ آقا دوستان ما اینجا ویدیو کات میزنیم. مرسی که این ویدیو نگاه کردی. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. خداحافظ.